خب برادر خودتو معرفی کن. سلام. ویدیو میگیری؟ آره داداش. کانالت حالا فعلا میخوام ویدیو بگیرم که شروع کنم. یه بار سوال تو. لطفا خودتون رو معرفی کنید. معتاد متجاهر هستم. اسمتون منظورم بود. داداش نمیتونم وگرنه شناسایی میکنم. خب برادر عزیز خودتون دارید ذکر میگید؟ خب بعد اگه ذکرتون تموم شد میشه خودتون معرفی کنید؟ بنده خلیل الله هستم. خلیل ابراهیم خلیل. خودتو میشه معرفی کنی؟ من بنده پرهامم، 22 ساله، ساکن تهران و همین. چرا تو زمستون آستین کوتاه پوشیدی؟ تیپ سرد نیست. سردته؟ برای چی اومدید دانشگاه؟ ببین مشتری زیاد دارم. حالا در اول که وسط ذکر من وارد میشی، بعدش هم که با اسم من و پیامبر خدا شوخی میکنی. اگر که میخوای با ما کن فیکون کنی، اینو یادت باشه که ما فقط شوخی کردم. الحمدلله هستیم. پس کاری نکن که استغفرالله لا اله الا الله بشه. بعد تو خودتو معرفی کن. من علیم. خب چرا صندلی خالیه؟ خب داداش به خاطر شونات اسلامی نتونستیم دختر بیاریم. بازیگر نداشتیم. نه داداش ببین. چرا اومدی دانشگاه؟ من برای درس همین دانشگاه درس بخونم. مطمئن فقط بعد درس اومدی دیگه؟ محصولاتتون شامل شیشه، تریاک، کوکا. یه سری هم هست حالا نگم بهتره. خوابه بد میبینی. حراست مشکلی نداره؟ داداش حراست مشتری خودم. چرا اومدین دانشگاه؟ بنده برای هدایت این دانشجویان لا تعلمون و لا تعملون اینجا هستم. برای چه کاری؟ گفتین دقیقاً؟ آها. امر به منکر، نهی از معروف و هر کاری که در توان بنده باشه. آها پس که اینطور. اومدی دانشگاه چیکار کنی؟ میام درس بخونم دیگه. بقیه چرا؟ خب بقیه من والا هر کی پرسیدم یه چیز دیگه گفت، ولی خب تو میای درس میخونی چیکار میکنی؟ استادا رو شکنجه میدی. ببخشید آقا خودکار داری؟ بله خودکار. یه اصلا خودکار دارم. آره ببین هر این چیزی چی میخوای؟ آبی، قرمز، سیاه، سفید. محمد این خودکار داره دیگه محمد نگه. کیه؟ محمد بگو که محمد ندارم خودکار رو. همه رو سگ خورد تو را. ندارم. داداش موادی چیزی میخوای داری چیز میکنی؟ چیا داشتی؟ خب ببین استادا رو شکنجه میدی. دقیقاً یعنی چی؟ سوالای مرتبط با درس ازشون میپرسیم که نتونن جواب بدن. از این درس خونایی آره؟ نه. آره. بعد خودتون بعد درس نیومدید شما یعنی؟ نمازتو خوندی خودت؟ قراره بعد این ضبط برام بخونم. برو همین الان نمازو. ضبط چه تموم شه چشم این ویدیو پر میشه. تموم شد. من خودم قطعش. نه بذار یه